عظمت و محبوبیت آفتاب از آن است که به همه یکسان نور و گرمی می بخشد. وسعت اندیشه و غایه استوار تعلیمات و آثار مولانا جلال الدین بلخی چون نور آفتاب معنوی به تمام بنی بشر نور و گرمی می بخشد و انسانیت را به وحدت دعوت کرده می گوید بیا تا قدر همدیگر بدانیم که تا ناگه ز همدیگر نمانیم. چو مومن آیین مومن یقین شد چرا بر آینه ما رو گرانیم. کریمان جان فدای دوست کردن سگی بگذار ما هم مردمانیم. غرضها تیره دارد دوستی را غرضها را چرا از دل نرانیم. به یاد مولانا و در شناخت همین جوهر تعلیمات او یعنی انسان پرستی در حلقه ادبیات شناسان و دوستداران کلام بده محفل ادبی برگزار شد. ما نیز برایتان پیغام آورده ایم. چند قبل در تالار فاکولته سخنشناسی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов محفل ادبی با عنوان از رودکی تا فرزانه برگزار کرده شد و این محفل به یاد مولانا جلال الدین بلخی و جهان اندیشه و آثار انسان پرورانه این نابغه عالم ادب بخشیده شد. تشبسکار برگزاری محفل ادبی استاد دانشگاه ادبیات شناس سید عمران سیدов چاره‌بینی را حسن آغاز بخشیده ذکر کرد که مولانا جلال الدین بلخی مربوط به رومی در تاریخ ادبیات فارس و تاجیک با آفریدن شاهکاری‌های بی‌نظیر چون مثنوی معنوی و دیوان شمس تبریزی شهرت کامل پیدا کرده است و هدف از بار دیگر روی آوردن به شناخت وسعت افکار و حکمت آثار مولانا را بیان داشت. او ذکر کرد که این نابغه ادبیات تاجیک و فارس و برجسته ترین نماینده شعر عارفانه نیاز به معرفی ندارد، زیرا کی هاست که حقیقت تعلیمات انسان پرورانه او مرزها را شکسته و دل اهل بشر را تسخیر کرده است. روزها فکری مهین است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم. ز کجا آمدنم بهر چه بود یا چی بوده است مرادی و از این ساختنم. مرغ باغی ملکوتم نیم از عالم خواب چند روزی قفس ساختم از بدنم. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آنکه آورد مرا باز برد بر وطنم. این مصرع‌های مولاناست، مولانا جلال الدین بلخی. به امروز محفل ما تحت عنوان از رودکی تا فرزانه به زندگی، روزگار و آثار مولانای بلخ بخشیده می شود. چرا ما باز به مولانا رجوع کردیم؟ برای چی؟
باز از مولانا سخن میکنیم. اینجا هدف این است که مولانا وسعت افکار مولانا برای کل محققان، برای اونهایی که مولانا رو میخواهند شناسند دریای بیکران است و در طول عصرها اینقدر محققان از دریای مولانا گنج‌های معنی میبردارند و همانا این دریا، این بحر بیکنار است. امروز محفل را به آن خاطر برگزار نمودیم که یک بار دیگر از مولانا یاد کنیم و ما میراثداران آثار این بزرگوار از آن افتخار کنیم که ما مولانا جلال الدین رومی داریم. من اینجا میخواهم برای شما تذکر دهم که پیشوای معظم ملت، اساتذه‌های صلح و وحدت ملی محترم جناب عالی امام علی رحمان در کتاب خودشان در مورد مولانا جلال الدین رومی یک نکته مهم را ذکر کردند که این نکته آن است که اون کس میگویند که در مورد آموختن آثار مولانا جلال الدین رومی ما نه تنها وحدت ملی را در حدود کشوری عزیزمان برگزار میکنیم، بلکه ما میتوانیم دوستی و رفاقت را، پیوند را با تمام ملت‌های عالم روی کار بریم و واقعا هم همینطور است. مولانا و نظریه او یک دستور است برای صلح و وحدت هم ملت و صلح و وحدت کل جهان. در محفل ادبی نامزد علم‌های سخنشناسی دوسنت نورعلی نورزاد نیز سخن گفت و بیان نمود که در زمان برخورد تمدن‌ها اندیشه سالم، غایه قوی و حقیقت انسان پرورانه مولانا میتواند شعار وحدت خلق‌های عالم باشد. وی گفت که همایشی که چندی قبل در پایتخت مملکتمان شهر دوشنبه با ابتکار انستیتوت تحقیقات آسیا و اروپای اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان به یاد مولانا جلال الدین بلخی برگزار گردیده نیز باز هم شناخت همین نظریه و جوهر تعلیمات وحدت شعار و انسان پرورانه رومی بود. در محفل ادبی حاضران اندیشه های عالم حاجی حسین موسی‌زاده را نیز پیرامون حکمت آثار مولانا شنیدند. شاعر خلقی تاجیکستان فرزانه ضمن سخنرانی خویش اظهار کرد که محبت حقیقی به انسان و افشای دو حرف که جوهر تعلیمات مولانا را افاده می کند، یعنی دوست می دارم او را محبوب دل انسان‌های هوشمند کرد و در پیشتاق جان آدمان مسکن گزید. یعنی تعلیمات مولانا با وسعت اندیشه و غایه انسان دوستانه اش پرده های بیگانگی را بردارید. یعنی انسانی راستین، انسانی کامل را او مبشر دنیای زیبا خواند و اهل بشر امروز شعر مولانا را از روح سخنش میشناسند. مولانا را اصلا ترجمه کردن نمیشه. کلی پیام و محبت و پیغام های بزرگان ترجمه پذیر نیست. مولانا را از روح آثارش اهل جهان شناختند و دوست داشتند. من خودم وقتی فکر میکنم که اینقدر پیوستگی و اینقدر دلبستگی های شدیدی همه روزی هم به مولانا از کجا منشأ میگیرد. باز خیال میکنم که از همین محبتی که مولانا به همه جانزاد عالم و جماعت و همین سنگ و خاک و ریگ و بالاتر و اولتر از همه به حضرت انسان و جوهر انسانی آدم و خاصه به انسانی رسا به آدم کامل و بعد به آفریننده انسان ها و عالم ها داشت. همین محبت است که دل ما و شما را سخت مجذوب خود کرد. شاگردان فاکولته سخنشناسی دانشگاه نیز در محفل شعرخوانی کردند. شاعره نادر گفتار ما استاد فرزانه با سخن شیرین و کلام ملیح میگویند که شعر محبوب علوی است. بیا شعر محبوب علوی من، بیا این دمی نازنین نگذرد.
به قول استاد فرزانه شاعری کسب نیست بلکه رسالت است، سرنوشت است، تعهد ازلی انسان آفریننده است. در حقیقت استاد فرزانه شاعری هستند از نسل آفتاب که رتبه عرشی دارند. فرهنگ گلها را به اشکال مطالعه کرده فهرست بهار را ورقگردان می کنند. چون آینه ترجمان کلام قدس و عالم نبات هستند و یشت حسن را می خوانند. با این همه شفق آغوشتگی یک خواننده هستند در مکتب تابان صبح. آورم سرخ کتابی به شما اهدایی، جای نشرش بود آن مملکتی بالایی. عددی نشر ورا یک بود آن یکتا را، تو الا از همه یکتا تو فقط می شایی. رخکلان است مرا دفتر جان یا قفسی، با 3 حرف است الفبای دلم مینایی. به کجا بود کجا ماند کجا رفت و چی شد؟ 7 شهری که نپیمود دل یابایی. چون موافق کنم آخر که مخالف باشد با گیری عادی من این دل استثنایی. نامه ز نامی کی و بر نامی کی؟ الصلا غنچه 100 مهر که ناافشایی. کاله کهنه دیگر باره درآید در مور، وین سخنهای قدیمی بشود فردایی. در محفل ادبی به خاطر آنکه شعر کامل همیشه با آهنگ و نوا پیوند جاودانه دارد، سرود و نواهای دلپذیر نیز منظور کرده شد. من آدمی پگاهم ور آدمی پریرم، مردن نمی گریزد. با آن که کهنه گشتم من آدمی پگاهم ور آدمی پریرم، مردن نمی گریزد. باشیم زنده باشیم، باشیم زنده باشیم، باشیم زنده باشیم، باشیم زنده باشیم. جانی زمحریرم مردن نمی گریزد. باشد که عاشقانه با نوترین ترانه هر سوپ را پذیرم، مردن نمی گریزد. باشد که عاشقانه با نوترین ترانه هر سوپ را پذیرم، مردن نمی گریزد. باشیم زنده باشیم، باشیم زنده باشیم، باشیم زنده باشیم، باشیم زنده باشیم. ای هادی محبت با شادی محبت برگرد بر ضمیرم، مردن نمی گریزد.
مولانا جلال الدین بلخی از بزرگترین سخنوران ادبیات کلاسیکی ما هست که امروز در تمام بشر همچون شاهد خودی پذیرفته شده است. آثار مولوی بخصوص مثنوی معنوی که یکی از شاهکار بسیار بزرگ عرفانی محسوب می شود، هم در غرب و هم در شرق همچون یک اثری عالی روی میزی مورد استفاده قرار دارد، زیرا تمام آرمان‌های انسانی، تمام آرمان‌های بشری در همین اثر نهفته است و امروز هم این اثر با نکته‌های بسیار ظریف اخلاقی و معنوی خود می‌تواند برای راهنمایی انسانیت، برای راهنمایی جامعه به سوی آرمان‌های بسیار بشری راه گشاید. باعث بسیار افتخار است که محض استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان باعث گردید که به آثار مولانا جلال الدین رومی نگاهی تازه وارد شد. محض در زمان استقلالیت شاهکاری‌های مولوی برای خواننده تاجیک به پورگی دسترس کردید. آثار مولوی انسان را به وحدت، به صلح و صلاح، به همدیگر فهمی که خالی از همه گونه نزاع و کشمکش‌های مذهبی و دشمنی‌های انسانی هست، به سوی وحدت، به سوی یگانگی، به سوی آسایشتگی می‌خواند و محض همین نکته امکان داده است که مثنوی همچون یک شاهکاری در تمام دور و زمان‌ها پذیرفته شود.